در اظهارات غربی ها، اظهارات سیاسی که غربی ها میکنند، مکرر شنیدید که از نیروهای نیابتی اسم میآورند. ملت‌های شجاع منطقه، جوانان غیور منطقه را به نیابتی بودن متهم میکنند. من میخوام بگم در این منطقه فقط یک نیروی نیابتی وجود داره و اون رژیم صهیونی غاصب فاسده. رژیم صهیونیستی به نیابت از استعمارگران آتش افروزی میکنه، نسل کشی میکنه، جنایت میکنه. اگر دستش برسد به کشورهای دیگر تجاوز میکنه، همچنانی که امروز به سوریه داره تجاوز میکنه. وارد خاک سوریه میشن، تا چند کیلومتری دمشق هم پیش آمده. این کار رو به نیابت استعمارگرا میکنه. همون کسانی که بعد از جنگ جهانی دست گذاشتن روی این منطقه رو به این شکل در آوردند. حالا رژیم صهیونیستی به نیابت از اونها داره کار اونها رو دنبال میکنه و تکمیل میکنه. در اظهارات استعمارگران، همین کسانی که بر دنیا حکومت میکنند، بر کشورها حکومت میکنند با پولشون، با رسانشون، تروریسم به عنوان یک جنایت محسوب میشود. تروریسم به عنوان یک جنایت نام برده میشه. اما تروریستی برای این رژیم خبیث جنایتکاری امر جایز و مباحی است.